السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا انشاءالله درس لغت عربی می شود. این درس بسیار درسی مهم و درسی بسیار ضرور بگیم و خاصتا بعضی کلمه های نماز و در اینجا با چندین کلمه های دیگر که بگیم از صرف می شود. انشاءالله تا آخر متوجه باشید و هر جایی که رفته اگر خطا شده باشد در نوشتن یا که نفهمه باشد حتما شما بپرسید، چون که از اینها بگیم به دست نوشته شده هستند و در حالت نوشتن شاید که خطا باشد یکم جوش شاید که بی خطا باشد. انشاءالله در اینجا یکم کلمه ها را میاریم و از این کلمه ها را جمله سازی میکنیم و با غیر این کلمه ها با دیگر کلمه های نو در جمله سازی ها میاد. انشاءالله رسول گفته فرستاده شده را میگه. فرستاده شده یک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسول بود. القبله قبله را میگن. سیرن گفته سیری پست خواندن که به روی دل خواندن میگیم خمون. جهران گفته آشکارا خواندن یا اینکه بلند خواندن. سجده سجده کرد. رکع رکوع کرد. این کلمه های در نماز هستند. در حقیقت در نماز بسیار کلمه ها میاد، اما بعضی کلمه ها را ما الان چی کردیم مثلا که آوردیم در اول، دیگر که هست کلمه های زیادی در اینجا میاد در جمله سازی غیر این کلمه ها. خیلی در اینجا دیده است شما قرأ الوالد الفاتحه فی الرکعه الاولى سرا. قرأ الوالد خواند پدر، والد پدر میگن. الفاتحه در سوره فاتحه را، سوره الحمد را. فی الرکعه الاولى در رکعت اول. سرا گفته پست، چقدر در اونجا نوشته بودیم سرا گفته پست خواند، یعنی که در رکعت اول پدر وقتی که نماز را که خوانده بوده است پست خوانده بوده است، یعنی که سرا گفته در نماز وقتی که جایی که سرا پست خواندن باشه واجب است که باید پست بخونیم، مانند پیشین یا اینکه عصر یا که در رکعت آخری نمازی خفتن پس خواندنشون واجب است. همین را سرا میگن. انا که در جای چه جمله که دیدید استید صلات المغربی ثلاث رکعات. صلات المغربی ثلاث رکعات. نماز شام 3 رکعت است. نماز شام 3 رکعت است. یعنی که معلوم است نزد همه، اما در عربیش همین خیلی نوشته میشه که صلات المغربی 3 رکعات. و درجه چقدر که جمله را شما دیدید که برای مسلمان چند مراتبه در یک روز نماز فرض است، همونه یصلی المسلم فی اليوم 5 صلوات. یصلی فعل مضارع هست. در درس های گذشته اومده دیگه بدین میخواند مسلمان فی الیوم در روز، یعنی که در یک روز 5 صلوات 5 نماز، یعنی که مسلمان نماز میخوان در یک روز 5 نماز. یکی در اینجا الاب، اونجا والد گفتیم که والد چی میشه؟ پدر میشه. اینجا هم میگه اب به معنی پدر است. پدر هم والد گفته میشه استفاده میکنه عربا، هم اب هم استفاده میکنه. رکع الاب ثم سجد. رکوع کرد پدر بعد سجده کرد. ثم به معنی بعد از اون میشود. بعد یعنی که یکم رکوع کرد بعد سجده کرد. انا که در آخر ما گفته بود که درباره صرف گپ میزنیم، چقدر که شما دیدید الان که بعضی برادرها در مثلا که در بعضی حالت های میشه است که نفهمو میمونده است، مثلا که از کلمه های زنانه را از کلمه مردانه، یا که از یک نفر مثلا که صیغه واحد باشد یا که صیغه تثنیه که صیغه جمع، و همون خاطر یک بار دیگه ما صرف بگیم همون باب مضارع را، باب ماضی معلومه به پرگی آورده میشه. مثلا یک اونجا ما گفتیم که سجده کرد، نه که وقتی سجده آمد سجده 2 مرد سجده کردن، نه که سجده کرد آن مرد در زمانی گذشته، چون که از ماضی زمان گذشته است. سجده کرد آن مرد در زمان گذشته صیغه واحدی مذکر یک مرد است. سجده کردن آن 2 مردها در زمان گذشته. سجده کردن آن همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر. فعل ماضی معلوم. سجدت سجده کرده است آن زنک، سجده کرد آن زن در زمان گذشته فعل ماضی معلوم است. سجدتا سجده کردن آن 2 زنها در زمان گذشته فعل ماضی معلوم است. سجدنا سجده کردن آن همه زنها در زمان گذشته. انا که اینجا بگیم غایب ها بودن، انا که آنهایی که سجده کرده بودن در پیش ما نبود، از غایب گپ زدیم. انا که انسانی که در روبروشون گپ زدیم که شما همراه در زمان گذشته کرده بودید، گفته در روشون گپ زدیم، این رو مخاطب میگن. سجدت سجده کردی تو مرد در زمانی گذشته. سجدتما سجده کردید شما 2 مردها
در زمان گذشته صیغه تثنیه چی است؟ مخاطبین فعل ماضی معلوم است. سجدتم، سجده کردید شما همه مردان در زمان گذشته. سجدتی، سجده کردی تو زن، اگه در روپروش گابزیسی خطاب کردستی. سجدتی، سجده کردی تو زنک در زمانی گذشته. صیغه واحده مؤنثه مخاطبه فعل ماضی معلوم. سجدتما، سجده کردید شما دو زنها در زمانی گذشته. سجدتن، سجده کردید شما همه زنها در زمان گذشته. صیغه جمعی چی است؟ مؤنث است، در زمان گذشته است، همش ماضی است، همین یگم تاش از مضارع نیست، همش ماضی گذشته است. سجدتو، سجده کردم من چی مرد باشه چی زن باشه همین خیلی استفادهش میکنه. سجدتو، سجده کردم من در زمان گذشته نیک سجده کردم. سجدنا، سجده کردیم ما همه مردان یا که همه زنان، فرق نداره. سجدنا گفتیم برای چی هم مردها باشد هم زنها باشند، به همین صیغه استفاده میخورد. و که هست دیگر از باب سجده نبود، دیگر باب مورد میتونیم مثل رکعه، رکعو، رکعت، رکعتو، رکعنا، رکعت، رکعتم، رکعتم، رکعت، رکعتم، رکعتو، رکعتون، رکعتو، رکعنا. هر بابی که نباشد ما به همین قیاس کده رفتن میگیم. این موضوع معلوم بود. معلوم هم را میگند که یک انسان هایی که معلوم هست اما با مجهول میشه، انسان هایی که نامعلوم میشن. مثلا که ضربه، زده شد آن مرد، کی از او مرد زده شده؟ والله اعلم. این ما در باب صرف گذشته بودیم، در درسایی که نظر کنید شما انشاءالله در همه شده همین پورا بیاید. اما پورا نیافتین ما بعد هر یک موضوع انشاءالله کم کمی هم باشد با فعل مضارع ماضی مجهولش بیان میکنیم و که هست با یگان موضوع دیگه با فعل مضارع معلومه قطعی مضارع مجهول با انشاءالله بیان میکنیم تا اینکه شما ده نفهمو نماند. و هر جایی که نفهمو باشد حتما شما میتونید که در روی مثلا که بپرسید و هر جایی که خطا باشد یا که رفته یا که نفهمو باشد یا که تعلیق داشته باشید مرحمت کنید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.